روز 28 اپریل ساعت 13:30 در روی بختر دوشنبه در حدود جماعت هلالی نوعه خراسان بر اثر برخورد دو ماشین تویوتا کرولا تحت اداره ساکن 21 ساله شهر بختر جمشید سلیمانوف و خوندای اوانتا تحت اداره ساکن 31 ساله جماعت به نام طلبک صدرالدینوف نوعه شهرتوز دانو عبدالصمدوف مسافر 23 ساله خوندای اوانتا در راه به بیمارستان جان باخته. یک مسافر دیگر این ماشین محیدین نظروف سال تولدش 1958 و همچنین راننده تویوتا جمشید سلیمانوف جراحت‌های جسمانی برداشتند. همچنین شب 27 اپریل تخمینا ساعت 21 ولسپدران عبدالرحیم باباخانوف ساکن 22 ساله جماعت نوبهار ناحیه کوشانیان در حدود دهه گنجینه جماعت مینت‌آباد این ناحیه زیر چرخ ماشین اوپل استرا تحت اداره ساکن 67 ساله جماعت نوبهار بهرام عبداللهف مانده در راه به بیمارستان جان باخته است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط 12 راننده را نشر کرد که از 14 تا 31 جریمه دوربین‌های برنامه شهر بی‌خطر را نسپردند. از جمله راننده ماشین تویوتا کامری قدمجان طالبوف در 31 مورد، راننده جیپ تویوتا لندکروزر طاهر گلمحمدوف در 22 مورد، صدرالدین میرزایف راننده هوندا اکورد در 20 مورد، صابر برهانوف راننده مرسدس نیز در 20 مورد و امید صابروف راننده اوپل استرا در 28 مورد جریمه های شهر بی‌خطر را نسپردند. ساکن 27 ساله جماعت زیرکی شهر کولاب که قبلا هم برای دزدی و تصرف حاجت‌ها محکوم شده بود، این دفعه با گمان دزدی دستگیر شد. یک زن 27 ساله ساکن شهر کولاب به مقامات میلیسا شکایت کرده است که روز 14 اپریل تخمینا ساعت 14:30 دزدان پنهانی به منزلش در آمده یک انگشترین طلایی و یک جفت گوشوار طلایی‌اش را دزدیدند. ارزش جواهرات گم شده 4200 سومانی برآورده شده است.